دوستان این شما و این آقا عرفان، معروف عرفان شادمهریان، میخواد براتون بخونه به عشق آقای شادمهر. بریم آقا عرفان. گفتی خیال تو راحت، هر جا که باشی میام سایه به سایت، منم بشگردم عادت. الان چند وقته که دوری، رفتی از پیشم بهم گفتی که مجبوری، مثل من کی میشه واسط. در و دیوار این خونه میریزه روی سرم بده تو دیوونه، اینا رو یادم میمونه. یکی یکی میچینم ماجرای خاطره هامونو میبینم، فاصلم از تو چه دوره، از تو چه دوره. بی احساس دیدی گفتم ته این رابطه بنبسته، گفتم قلب سنگی تا هیچی نمیترسه. بی احساس لعنت به اون شب که تا گفتی من دیگه بر نمیگردم، لعنت به اون شب که تا صبح گریه میکردم. گفتی که از پیشت برم فراموشم میکنی حتما، اگه عاشقت نبودم تا الان صبر نمی کردم، من صبر نمی کردم. بی احساس دیدی گفتم ته این رابطه بنبسته، گفتم قلب سنگت از هیچی نمی ترسه. بی احساس بی احساس من که گفتم ته این رابطه بنبسته، گفتم قلب سنگیت از هیچی نمیترسه. بی احساس. بابا نازن نفست ایشالله که همیشه این نفس گرم باشه و رسا. این آهنگو تقدیم به کی میکنی؟ اینو تقدیم به افراد بی احساس. افراد بی احساس که جای دل تو سینه‌شون چی دارن؟ سنگ دارن. بله دوستان، اینم از صدای گرم عرفان عزیز، هنرمندی عزیز من که با صدای گرمش هم رانندگی کرد هم خوانندگی کرد، دل ما رو برد. موفق باشید، هر جا که هستید با احساس با عشق زندگی کنید. دوستتون داریم.